از این نهادهایی که در واقع این رو درخواست کرد از وزارت ارشاد شورای امنیت ملی بود. رئیس شورای امنیت ملی هم اون موقع آقای طبیعتاً روحانی بود دیگه. گفتن که باید یه روزی تهیه کننده کارگردان بیان توی در واقع اونجا یه سالن مخصوص دارن خودشون، بیان اونجا و بشینن فیلمو نگاه بکنن و ازش دفاع کنن و هم اونا دفاع کنن، هم اعضای شورای امنیت ملی ببینن اصلا این چیه، این دسته‌گلی که این دو نفر به آب دادن چیه، ببینیم چیکار کرده. خب این قرار گذاشتم، ما رفتیم توی سالن و وارد سالن که شدیم سالن پره، در صورتی که اعضای مثلا سالن خیلی بزرگی بود، الان یادم نیست ولی فکر می‌کنم 500 نفرم جا می‌شدن توی سالن، ولی خب اعضای شورای امنیت ملی که یه تعداد محدودی هم دیگه. ما گفتم اینا کیان اینجا اومدن؟ پرسجو کردیم گفتن اینا خانواده اعضای شورای امنیت ملی هستن، اومدن فیلمو ببینن چون شنیدن که این فیلم خیلی فیلم خاصیه و فهمیدن که اونجا دارن نمایش میدن، زمانی که دارن برای اینا نشون میدن به ما گفتن که شما بیایید کنار ما بشینید، یعنی توی یه بخشی از سالن این اعضا نشسته بودن، به ما گفتن شما بیاین کنار ما بشینید که ما وسط فیلم اگر سوالی برامون پیش اومد همونجا ازتون بپرسیم. بقیه یعنی سالن تقریبا تقسیم بندی شده بود، یه بخشیش ما نشسته بودیم با اعضای شورا، بخش دیگه خانواده ها و محافظینشون و خانواده محافظین اینا همه نشسته بودن این طرف. فیلم شروع شد، ما هم نشستیم اونجا، همون اول فیلم یه مثلا 5 دقیقه از فیلم که گذشت یه دفعه اینوریو زدن زیر خنده، منفجر شد سالن از صدای خنده. میرفتیم جلو خانواده ها میخندیدن، ریسه میرفتن از خنده، اما این اعضای شورا به همراه آقای روحانی همینجوری فقط نگاه میکردن مات و مبهوت، و وقتی صدای اینور میومد میخندیدن، با تعجب برمیگشتن به خانواده خودشون نگاه میکردن. و خب خیلی شرایط عجیب بود و روی اونا خیلی تأثیر خاصی گذاشت. من امیدوار بودم بعد از اینکه فیلم تموم میشه، البته فیلم که تموم شد همه این خانواده ها اومدن از ما تشکر کردن. خود این یه درام خیلی قشنگی اصلا میتونه مطلب یه درام جالبی باشه. تمام این خانواده ها، محافظین اینا، خانواده هاشون همشون اومدن آقا دستتون درد نکنه، عجب فیلمی ساختین، چقدر عالی بود. شما اینو فکر کنید، من اون موقع واقعا حسم این بود که آها ما این مشکل این فیلم دیگه حل میشه، تموم میشه، ولی کاملا برعکس شد دیگه. یعنی همون موقع که ما با آقای روحانی صحبت کردیم گفت نه این فیلم باید یه فکری براش بشه، این فیلم باید از سینما در واقع جلوی نمایش باید گرفته بشه، شماها هم باید محاکمه کنن بابت این فیلمی که ساختیم.